ساله با شروع فصل گرم سال، گرمازدگی یکی از شایع‌ترین دلایل تماس هموطنان با سازمان اورژانس کشور است. عارضه‌ای که معمولاً به دنبال کار و فعالیت بدنی سنگین در محیط‌های گرم یا فضاهای بسته فاقد تهویه مناسب اتفاق می‌افتد. گرمازدگی یکی از شایع‌ترین عوارض ناشی از قرار گرفتن فرد در معرض گرماست. این پدیده با احساس ضعف، بیحالی، خستگی شروع میشه و میتونه به شوک گرمایی، آسیب اندام‌های درونی بدن و حتی مرگ منتهی بشه. اما گرمازدگی چه علائمی داره و چطور میشه اون رو تشخیص داد؟ در مراحل اولیه عارضه احساس انقباضات خفیف عضلانی در بدن فرد اتفاق میفته. با پیشرفت عارضه فرد احساس ضعف، بیحالی، خستگی میکنه و بعد کم کم این عارضه شدیدتر و شدیدتر میشه. انقباضات شدید عضلانی، پوست سرخ، داغ، خشک، افزایش ضربان قلب، افزایش سرعت تنفس و تشنج از علائم بعدی این عارضه هست که میتونه حتی با اختلال سطح هوشیاری، کما و مرگ همراه باشه. اما چه باید کرد؟ اصل اساسی کاهش تدریجی دمای بدن مصدوم هست. مصدوم رو به سایه یا یه فضای خنک با تهویه مناسب منتقل کنید. بدن مصدوم رو با یک اسفنج آغشته به آب به طور مرتب مرطوب کنید. چند تا کیسه پلاستیکی رو با یخ پر کنید و این کیسه های یخ رو در نواحی زیر بغل، کشاله ران و اطراف گردن مصدوم قرار بدید. اما همونطور که میدونید پیشگیری بهتر از درمانه. برای پیشگیری از گرمازدگی چه باید کرد؟ از کار و فعالیت بدنی سنگین در محیط‌های گرم، بسته و فاقد تهویه مناسب خودداری کنید، مخصوصاً افراد در معرض خطر، کودکان، سالمندان، افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی، ریوی، دیابتی‌ها و فشار خونی‌ها. لباس نخی خنک و رنگ روشن بتن کنید. مصرف مایعات رو بالا ببرید، مخصوصاً نوشیدنی‌هایی مثل آب میوه‌ها و نوشیدنی‌هایی که حاوی املاح و مواد معدنی هستند. همیشه با شماییم.